was climbing mainly Peak Lenin and the other Peak Somoni. سال 1999 قله سامانی را فتح می‌کردم و 2 سال بعد به حیث دانشجو شامل یک گروه تحقیقاتی که دورنمای رشد بدخشان را تحقیق می‌کردند باز به تاجیکستان آمدم. در همین گروه مسئول تصویربرداری و ساختن فیلم‌های مستند بودم. همین فیلمسازی بود که با وضعیت بدخشان آشنا شدم و تصمیم گرفتم که کار دیپلمیم را در مورد کمبود برق و مدیریت ذخیره‌ها در روستاهای دوردست بدخشان نویسم. 2 سال پس برگشتم و برای چند ماه باز به کارهای تحقیقاتی مشغول شدم و با وضعیت این منطقه باز هم خوبتر آشنا شدم. و این ترتیب من فیلم ساختم و کارهای علمیم را نیز انجام دادم. همین بود که احساس کردم که من باید چیزی را به این مردم بدهم، یک چیز عملی و واقعی باشد. بعداً 1 سال پس آمدم و چند طرح را در مورد مدیریت ذخیره‌های انرژی با سازمان‌های دیگر شکل دادیم. ساکن‌های دوردست بارتنگ که به هیچ کدام سرچشمه‌های برق دسترسی ندارند، ذخیره‌های بیشتر انرژی را نظر به شویتساریا استفاده می‌برند. این مرا به اندیشه واداشت که چرا چنین است و از سوی دیگر می‌دیدم که مردم هر روز از 3 تا 5 ساعت وقت خود را برای ذخیره کردن هیزم صرف می‌کردند و اینچنین می‌دیدم که برخی از مردم هنگام فصل سرما حتی اسباب‌های خود را برای گرمی استفاده می‌بردند. من فکر کردم که باید یگان کار کرد. با مردم دهه بسیط به این خلاصه رسیدیم که باید یک نیروگاه تولید برق درست کنیم. آنها خودشان یک نیروگاه خریدند که این را میتوان اقدام اولین همین طرح گفت. این کار 6 سال پیش صورت گرفته بود. بعد 6 سال نیروگاه را با موفقیت نصب کردیم. توربین را از شویتساریا و سیستم اداره‌کنی اتوماتی را از آلمان خرید کرده آن را با چندین تجهیزات دیگر به بارتنگ رساندیم. همین طور نیروگاه بنیاد شد. The plant has a capacity of 175 اقتدار نیروگاه 175 کیلووات است و بسیط 100 خواجگی دارد. به دلیل کم بودن استفاده برنده، ظرفیت پره نیروگاه استفاده نمی شود. ما تلاش میکنیم که با دریافت مبلغ بیشتر دهه دیگر را نیز به این نیروگاه وصل کنیم. to connect the neighboring village to this new power station. چرا تجهیزات نه از کشورهای نزدیک بلکه از آلمان و شویتساریا خرید شد؟ We had offers ما پیشنهادهای از چین، چخیه و ایتالیا نیز داشتیم. اینجا مسئله نرخ و بی‌خطری در میان بود. من این جنبه را هر روز می دیدم. بله، برای ما ارزانتر می افتاد اگر تجهیزات را از چین می خریدیم، ولی ما صفت آن را نمی دانستیم. من نمی خواهم چیزی را بسازم که بعد از 2 هفته بشکند. ما حالا یک مقدار پول هم داریم، چرا که این لایحه هنوز به آخر نرسیده است. ما می خواهیم دهه همسایه را نیز به این نیروگاه پیوست کنیم. در بنیاد گذاشتن این نیروگاه $250,000 صرف شد که 70,000 آن را مردم و قسمت دیگرش را حکومت شویتساریا داد. the government from Switzerland. آیا از حکومت تاجیکستان هم کدام کمک گرفتید؟ We had کمک غیر رسمی رئیس ناحیه روشان را داشتیم. ما با او ملاقات داشتیم و طرح خود را به او نشان دادیم. او ما را با شرکت پمیر انرژی شناس کرد و این شرکت در ساختن ته‌کرسی نیروگاه به ما کمک کرد. کمک دیگر را از برنامه انکشاف رشد مناطق کوهی در مورد بنیاد کردن قسمت از کانال آبگذر دریافت کردیم. اما هیچ کدام کمک مالی را از حکومت نگرفتیم. ما در این مسئله مشکلی هم نداشتیم. سوال این که چرا من به این کار دست زدم، طول 6 سال چندین بار از خودم هم پرسیدم. ما را لازم بود که مشکل‌های بسیار را پس سر کنیم و از اشتباهات خود بیاموزیم. گرفته از طراحی توربین، انتقال دادن تجهیزات، چندین حجت‌گذاری‌ها و مهرزنی‌های دیگر. بعضا واقعا کارهای ما پیش نرفتند و حتی به بسیط آمدیم و گفتیم که ما نمیخواهیم این کار را انجام دهیم، ما نمیتوانیم. اما من فکر میکنم که شما جواب دیگر را منتظرید. این یک موضوع انسان دوستی و بشر دوستی هست. ببینید، زندگی در بارتنگ در مقایسه با زندگی در شویتساریا خیلی امتیاز دارد. این طرح ممکن است زندگی 500 نفر را کمی بهتر کند. من فکر میکنم که این یک نوع وظیفه من است. این را میتوان قطره از بحر گفت. آدم‌های را از نزدیک میدانم که
دوست و برادر من شدند. این یک انگیزه درونی من است. This is I think the inner motivation to do this. ما مسئله نرخ و طرز مدیریت این نیروگاه را با مردم دهه در میان گذاشتیم. آنها با قرار آمدند که یک کمیته را تأسیس بدهند و این کمیته نرخ برق را 15 دیرم برای 1 کیلووات تعیین کرد. از این طریق می توانند معاش کارمندان، مبلغ برای تعمیر و دیگر خراجات ها را در آینده بپردازند. این واقعا یک سازش میان خواهش و توانایی پرداخت همین مبلغ بود. برای من خیلی مهم بود که مردم کم بضاعت دهه توانند از برق استفاده کنند، نه از هیزم. Let's say the electricity instead of the wood. سطح زندگی روستاهایی که برق دارند از حیات مردم بسیط خیلی فرق می کند. بسیط هم بعد از 5 سال شاهد همین گونه توسعه خواهد شد. اما دقیقاً زنها و کودک هایی که برای جمع آوری هیزم می رفتند از این پس نمی روند و مردم برای پختن نان از اسباب های برقی استفاده می برند. خانه هایشان را هم قسماً در فصل سرما با برق گرم می کنند و طبیعت خود را کمتر نابود می کنند و درختها را هم دیگر نخواهند برید. ما این نیروگاه را به تشکیلات محلی بسیط سپاریدیم. ولی فکر کنید که 6 سال حامله بودم و آن کودک را تولد کردم. دقیقاً من در آینده هم کار نیروگاه را پیگیری میکنم. اگر یگان خسارات و یگان مشکل پیدا شود، مردم دهه به من گزارش میدهند و ما آن را حل خواهیم کرد. اما حالا مسئولیت بر دوش مردم بسیط است. But responsibility is now theirs.